امروز میخوام بهت نشون بدم که تولید محتوا توی یوتیوب یا حالا هر سوشال مدیایی به تنها چیزی که نیاز داره اینه که تو دکمه ریکوردو بزنی. اصلا مهم نیست چی میگی، اصلا مهم نیست که موضوع چیه، چه برنامه‌ای داشتی براش، چه نقشه‌ای داشتی براش، راجع به چی میخوای حرف بزنی، چی پوشیدی، چی خوردی، چی ریدی، حالت چطوره، اصلا هیچ ذره اهمیت نداره، اصلا مهم نیست. این تنها چیزی هم که تو رو دور نگه میداره از این که تو این کار انجام بدی اینه که میترسی از فکر آدما، میترسی از این که اون چاقالی که اونجا وایساده داره نگات میکنه یا چاقالی که پشت گوشیه میخواد نگات کنه چه فکری قراره راجع به تو بکنه، چه چیز استثنایی، چه تخیلات عجیبی بخواد راجع به تو داشته باشه. به تخمت